قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والمقربين ونبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرت یوشع بن نون یک پیغمبر الهی بود، رفیق موسی علیه السلام بود. در وقت پیغمبر نشده بود، جوان بود، با موسی علیه السلام رفیق بود. وقتی که به سفر خضر می رفتن، پیش خضر علیه السلام می رفتن، اون حضرت یوشع بن نون همراه موسی علیه السلام بود. واقعش هم چنان بود که موسی علیه السلام در بنی اسرائیل تقریر کرد، سخنرانی کرد، تبلیغ کرد، وعظ کرد. بسیار وعظ گیرا و جذاب، بسیار وعظ حیران کننده موسی علیه السلام در بین بنی اسرائیل کرد. یک حاجتی که سوال نبود، دفتن سوال میکردن، آمدن از موسی علیه السلام پرسان کردن، گفت من اعلم الناس فی الارض، گفت در روی زمین عالم ترین آدم کیست؟ خب موسی علیه السلام فکر کرد اصلا این سوال بی جای بود، بیخی سوال بی مورد بود. و موسی علیه السلام فکر کرد که من پیغمبر الهی هستم، از پیغمبر که دیگه عالم کی است؟ پیغمبر الهی خود مستقیما از وحی الهام میگیره، منبعش وحی آسمانی است و وحی علم خداوند است، لذا ما عالم تر هستم. گفت انا، ما هستم. امی انیش خدا را خوش نیامد. پروردگار گفت لا بل عبد من عبادنا، بلکه یک بنده از بنده های ما است که از تو کدام در بعض موارد علمش زیاد است. موسی علیه السلام خود طالب علم بود. هر پیغمبر خود چون طلب علم یک فضیلت است و هر پیغمبر پشت فضیلت میگرده، دفتن گفت که خدای خیر نشان بده که من برم از علم بیاموزم. من فکر میگم که من از کلی که خوب عالم هستم، او را برای من پروردگار نشان بده در کجاست که من برم از علم بیاموزم. ما خو هستم طالب فیض، طالب فضل. موسی علیه السلام رفت، گفت در کجاست بنده؟ گفت در مجمع البحرین است. مجمع البحرین گفت برو، در اوجه یک بنده از بنده های ما است، تو را میبینی. خب موسی علیه السلام گفت که مجمع البحرین خب کلان جزیره است، ما در کجا ازی پیدا کنیم یک آدم؟ گفت هر جایی که تو چی تا گم کردی، ماهی را گم کردی، اون همونجا است. موسی علیه السلام یک رفیق جوان خود گرفت، یوشع بن نون نام داشت. خدا نامی از او را نگرفت، در حالی که بعدا پیغمبر شد. میتونست خدا، آیا کدام مشکلی بوده قرآن یوشع بن نون بیه؟ نام فرعون گرفته میتونست، نام کل پیغمبرها را گرفته میتونست، نام ابلیس گرفته میتونست، نام ایچی را گرفته نمیتونست. پیغمبر خدا که بعدا پیغمبر شد. ولی ایجا خداوند حکمت داشت که بفهمانه که جوانی یک امتیاز است، یک موقف است، یک مقام است. جوانی مثل که وزارت یک مقام است، ریاست یک مقام است، دولت یک مقام است، امامت یک مقام است، ماموریت یک مقام است. این مقام هایی که در دنیا انسان ها ارزش قائل است، یکی از جمله جوانی است که به عنوان مقام تلقی می شود. اذ قال موسی لفتاه، وقتی که گفت موسی بر رفیق جوان خود، بر جوانش گفت لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، تا که نرسیدیم آرام نمیشینیم، تا که نرسیدیم احساس کامیابی نمیکنیم، تا که با مجمع البحرین نرسیدیم، یا سالا سر ما بگذره. پشت علم برآمده بودم، در علم بمره، آدم شهید میشه، در طلب علم بمره. لذا حرکت کردن. در مجمع البحرین که رسیدن خیلی مانده و زله شده بودن. گفت من یک چند دقیقه خو میشم امیجا. گفت من خو میشم. موسی علیه السلام خو بودی نفهمید. موسی علیه السلام بیدار شد، گفت بریم حرکت کنیم. یا حرکت کردن و های میدان و تای میدان، باز حرکت کردن. دیگر روز که رسید یا نیم روز شده بود که موسی خیلی مانده شد در این سفر. موسی علیه السلام گفت آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا،
بیارم نان چای بیار که امو را بخوریم، امو نان چاشت امو مایی را چا شده. خیلی دی سفر میگه من مانده شدم، دی سفر دوم که بعد از ما خو شدن. پیش از اون میگه خوب بود. موسی علیه السلام وقتی که آمد گفت من خیلی ماند. گفت تو مایی، گفتی یادم آمد که مایی خو یک سر مایی خو یک قصه گپ شد. چی شد؟ گفت مایی خو اینطوری یک چشمه همونجا که تو خو شده بودی یک ذره و آمد در سر مایی خورد یک چکو، امی مایی یک دفعه زنده شد با حکم خداوند، رفت در بین دریا و فتخذ فی البحر سربا، در بین بحر رفت بر خود سوران کرد. آب ما تو نمیتونه مثل که آدم چی کنه پایپ پایین کنه در بین آب پس جمع هم نشد. این حالت قصه کرد برش. گفت ذالک ما كنا نبغي، این میگه ما خاموجه را طلب میکردم، خدا خامون نشانی را برای ما گفته بود که هر جای ماییتان گم شد اون موجه است، هرگاه که مایی را گم کردی اون موجه را ما کار داشتم. فرتد على آثارهم قصصا، بازگشت کردن به نقش قدم های خود. اما تو پالیده قصص، چیزی را که پیروی میکنی، چیزی را که تابعداری میکنی، اونم قدم های خود پالیده حرکت کردن تا ای که رسیدن. فلما بلغ مجمع بینهما نسی حوتهما، اوجا که رفتن دوباره واپس شدن و مایی قبلا فراموش شده بود. موسی علیه السلام حالات دید که یک آدم است در ایچی خود پیچانده. موسی علیه السلام برش سلام داد، گفت السلام علیکم. او سر خود باز کرد گفت فی زمین و سلام. اینجا خود گفته کسی که سلام خود باید یک نمونه از الهی باشه، تعلیمات الهی باشه. سلام از قدیم الایام نمونه تعلیمات الهی است. این زمین تعلیمات الهی را چی میگه؟ گفت قال انا موسی، گفت من موسی هستم. گفت موسی بنی اسرائیل هستی. گفت چه خاطر آمدی؟ گفت صاحب آمدیم که شاگردی کنم. خداوند کی حکایت میگه، گفت تو چی میخوای؟ گفت ما آمدیم که علم بیاموزم، ما آمدیم که برای ما تعلیم بتی. برو بابا، گفت تو تعلیم پیش ما شاگردی که نمیتونی. انک لن تستطیع معی صبرا. فوجد عبدا من عبادنا، پیدا کردن یک بنده از بنده های ما را که حضرت خضر علیه السلام بود. شما که خضر میگی، او خضر نیست، خضر است. او مرد، زنده هم نیست. مردم که میگه زنده است، نه، وفات کرده است. خضر علیه السلام پیغمبر الهی بود. فوجد عبدا من عبادنا، پیدا کرد یک بنده از بنده های ما را. آتیناه رحمتا من عندنا، که داده بودیم برایش رحمت از طرف ما از طرف خود رحمت خاص برش داده بودیم که از بعضی گپا که پیغمبر الهی موسی نمیفهمید، این پیغمبر اگرچه موسی مرتبهش بالا بود از خضر کرده، ولی موسی میگه پناه نمیفهمید، خضر میفهمید. کار خداوند است. علم از پروردگار به یک چیز میده، به دیگه. و علمناه من لدنا علما، تعلیم دادیم به خضر علیه السلام از طرف خود علم را. قال له موسی علیه السلام برای گفت چی خاطر آمدی؟ گفت موسی بنی اسرائیل هستی؟ گفت ها موسی بنی اسرائیل. گفت چی میخوای از من؟ چرا آمدی؟ گفت هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، آیا میتونم که من از تو پیروی کنم، تابع تو را همراهی کنم با تو از آن چیزی که خدا تعلیم داده است، تو را برای من تعلیم بتی، چیزی را که برای من تعلیم بتی، چیزی را که خدا بر تو تعلیم داده. ایده ادوانس برش میگه قال انک لن تستطیع معی صبرا. گفت برو تو نمیتونی شاگردی کنی. انک لن تستطیع، انک یقینا تو لن تستطیع، هرگز نمیتونی که تو شاگردی کنی. این حاکمانه برش جواب گفت. آلی میگه برش حکیمانه میگه، دلیل عقلی هم برش میگه. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه تو صبر کرده میتونی در حالی که تو احاطه نکردی، چیزی را که خبر نداری، علم تو احاطه نکرده به چیزی که خبر نداری. مثلا ما آدم میکشم، میگه خو نمیگه برش ما آدم میکشم، تو را قتل حساب میکنی، در حالی که ما آدم به نیت عبادت میکشم، تو را قتل حساب میکنی. ما کشتی را سوراخ میکنم به نیت فایده، تو را ضرر فکر میکنی. لذا گفت انک لن تستطیع معی صبرا، انک یقینا تو ای موسی، خیلی به تاکید میگه لن، هرگز دیدم که یعنی میشد که نتونستی، شاید که نتونی، شاید ما نمیگه لن تستطیع، هرگز نمیتونی معی صبرا، همراه ما صبر کنی. و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، و چگونه تو صبر میکنی در چیزی که تو خبردار نیستی، در چیزی که تو خبر نداری، تو چطور صبر کرده میتونی؟ و کارهایی که بعدا راستی موسی صبر کرده رده. قال موسی علیه السلام ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا. ستجدونی، زود است که مرا بیافی، ان شاء الله، اگر الله بخواه، صابر، اگر الله بخواه من صبر میکنم، برو خیر است. اگر الله بخواه صبر میکنم، ولا اعصی لك امرا، نافرمانی کار تو را نمیکنم، هر چی که تو گفتی همونطوری میکنم، نافرمانی نمیکنم. حالا ما میگیرم تا دی کورس خود. اما فإن تبعتنی، اگر پیروی مرا میکردی، تابعداری و رفیقی که من میکردی،
فلا تسألنی عن شیء، هیچگاه سوال نکن از چیز سوال نکن، حتی احدث لك منه ذکر، تا که خودم نگفتیم. خیلی چی کنیم؟ هیچ، خلاص هر وقت ضرورت بود خودم میگم، ضرورت نبود دیگه خاموش باش. فانطلق، رفتن. حتی اذا ركب في السفینه، تا ای که سوار شدن در سفینه سوار شدن. خرقها، آمدن در سفینه سوار شدن. اینجا مختصر آمده، در بخاری شریف باز تفصیل از قصه آمده. در سفینه سوار شدن که مردم خضر شناخته و گفت بنده صالح آمد. گفت حالا سوار شین، از پیشم پیسه نگرفت، مفت از دیگرها پیسه میگرفت، اینا رو مفت سوار شین بیاین. رفتن حرکت کردن در یک جای بحیره. خضر خب آدم شناسا بوده و منطقه مردم میشناختن که بنده صالح خداست، پیغمبر الهی است. گفت بیا شما رو، گفت چی از شما رو مفت سوار میکنم. عالم که مثلا بشناسه، برو مولوی صاحب از تو پیسه نمیگیرم، بله فلانی صاحب از تو پیسه نمیگیرم، تاکسیوان میگه. از این پیسه نگرفتن. موسی علیه السلام هم دید که علی چقدر آدم مشهور و مطرح بوده. یکی رفتن اوجا از لب بحر که رسیدن پایین شدن، یا ترق گرفت چی شمیده کرد برش. خضر علیه السلام یک چی را میده کرد، تختی شمیده کرد. در این مسیر را باز یک گپ دیگه هم شد. یا که رفتن در می وقت که کشتی در بین بحر رفت، یک چی آمد، یک گنجش که آمد در کنج کشتی ششت و نول زد او گرفت. از چی او گرفت؟ پس بالا کرد. نول زد از این بحر در کنج کشتی ششت، به خاطر که گنجش که خونه میتونه که در هوا چی کنه، تر میشه، پرش که تر شد سقوط میکنه. در کنج کشتی ششت اما نول خود پایین کرد، او خورد و پس بالا شد. یک قطره او گرفت و ابو خب گنجش که یک قطره دو قطره سیر میشه. خضر علیه السلام با موسی گفت موسی امی به نسبت تناسب بحر امی گنجش چقدر چی برداشت آب، چقدر از بحر کم شد؟ گفت به نسبت بحر بحر بیبی باز یک قطره که گنجش برداشت هیچ تناسب نمیشه. سیدی قفغان بیر نمیتونه تناسب کنه، نمیتونه بسنجه که چقدر کم شد از پیشش. گفت به تناسب بحر هیچ. گفت علم ما و علم تو علم عالمین به نسبت علم خدا از اینمی بحر قطرام نیست، از این قدرام نیست. این را به موسی علیه السلام غیر مستقیم فهماند که موسی ما تو علم نداریم، صبر کو، چیزی که من میکنم به امر خدا میکنم، تو سوال نکو. علم نداشته باشیم یک چیز را سوال نکو، خدا که من را نگه سر به خود گفته نمیتونم جوابشه. اگر این خضر میتونه سوال اول جواب بگه این موسی سوال تا جواب گفتن دیگه با سوال نکنی از پیشم. موسی هم یک ذره قانع میشد. پیغمبر علیه السلام میگه خدا رحمت کنه موسی را، کاش که صبر میکرد. میگه که خدا بسیار گپا را برای ما واضح میساخت. 3 سوال کرد اور خطایی کرد. میگه اگر خدا رحمت کنه، وقتی که پیغمبر اسلام قصه را میکنه میگه خدا رحمت کنه موسی ابن عمران، ای کاش که صبر میکرد که خدا بسیار حقایق دیگر هم برای ما واضح میساخت. موسی علیه السلام اموتوری کرد. موسی علیه السلام صبر نتونست کرده، دفعتا افشاگری کرد. که افشاگری کرد خداوند گفت که بس دیگه چیزی تو نیست. خب گفت وقتی که کشتی را میده کرد، فانطلق حتی اذا ركب في السفينه خرقها، شکستان خرق کرد کشتی را. قال اخرقتها لتغرق اهلها، گفتی کشتی را مشکنانی که اهلش غرق شوه. این کشتی را که تخته را شکستان خویی که بین او رفت ترق و اهلش غرق میشه. خضر خب امر خدایی کار کرده بود. خضر خب میفهمید که پشت سر یک گپ است، پشت سر از یک پشت پرده یک صحنه دیگه است. قال گفت برش خضر علیه السلام اخرقتها لتغرق اهلها، توی مشکنانی که اهلش غرق کنی. لقد جئت شیئا امرا، یقینا تو کار ناشنا کردی، بسیار کار ناشنا کردی. امر اصلا چیز تلخ میگه، تلخ، یک کار تلخ ناشنا کردی. خوب کار نکردی، یک کار تلخ کردی، خوب کار شیرین نکردی، نه کار تلخ. قال خضر برش گفت بیبی یادت رفت تعهدت؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، آیا من نگفته بودم که تو که ما هیچگاه صبر کردن نمیتونی، توان صبر نداری؟ یادت آمد یک تعهد از پیش گرفته بودم، نگفته بودم بر تو که تو صبر کن؟ موسی علیه السلام چت متوجه تعهد شد. قال لا تؤاخذني بما نسيت، گفت لا تؤاخذني بما نسيت، لا تؤاخذني، نگی مرا به آنچه که ما فراموش کردیم. ما فراموش کرده بودم. I want chance، بار دوم یک چانس برام بده، خیر ما فراموش کرده بودم. خب ولا ترهقني من امر عسرا، سختی سر من نبیار،
سر ما سختی نبیار، سختی نکن، تشدد نکن، سر ما سختی نبیار. من یک فراموش کرده بودم، دیگه فراموشی نمیکنم. دیگه اگر بازی گوشی کردم هر چی که میگی، دیگه اگر فراموش کردم حد فانطلق. خوب است دیگه. شرط تا 3 گفته مردم. فانطلق، رفتن. حتی اذا لقی غلاما، روبرو شدن به یک غلام، فقتله، کشت. یک بچه را دیدن، بچه ها بازی میکردن، یک بچه را گوشه کرد از بین مردم، در پشت طرف کندواله ها بود یا ویران، دو طرف کلیشه برید، قطع کرد کلیشه، کشت بچه را. بچه خورترک، معصوم بچه. موسی علیه السلام دیگه جوش آمد، به جوش. خیر خدا موسی علیه السلام جلالیت داده بود. قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس. از این لهجه معلوم میشه که موسی علیه السلام خیلی قار شده بود. قال گفت اقتلت، آیا تو کشتی نفسا زکیه، یک نفس پاکیزه را. او بیچاره طفل پاک، طفل معصوم میباشه تا وقتی که مکلف به امور شریعت نشده باشه. بغیر نفس، بدون نفس. او کسی را نکشته که در مقابل کشتن در مقابل کشتن شوه. او بیچاره چی گناه کرده که تو کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا، یقینا بسیار کار ناشنا کردی. نکر اصلا کار منکر، ناشنا، بد، خیلی کار بد کردی، خوب کار نکردی، خیلی قار بود. از این کلماتی تو معلوم میشه که خیلی قار بود موسی علیه السلام. خضر گفت الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. آیا من نگفته بودم که تو که ما صبر کردن نمیتونی؟ تعهد دیات آوردم، ولی باز برات میگم که الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. آیا من نگفته بودم که ما صبر کردن نمیتونی؟ قال، موسی علیه السلام باز عذرزاری شروع کرد. ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. آفرین حوصله موسی. از یک طرف موسی که خداوند هم قسم خصلت برش داده، از طرف دیگه سختی که موسی علیه السلام برداشت میکرد، سوالاش جواب نشده. تو برو که یک آدمی که سراپا کار خلاف اندیشه و قیده تو کنه، که ازی صبر کردن خیلی سخت است. یک آدمی که هیچ توان تحمل کتش نداری، خدا میگه میگه صبر کن خلاص. او برادر او سراپا خلاف اندیشیم، خلاف معتقداتم کار میکنه، برو خیر است میگه کتش. ولی موسی هم آفرینش که طاقت میکرد، یعنی باید امور برادر از موت نشه تیر از علم، از علم مرا تیر تو خلاف شریعت مرا کرد. و موسی صاحب شریعت بود، صاحب قانون بود. موسی علیه السلام قانونمند بود. و یه آدم که بودی این استثناءات در قانون وجود داره. موسی علیه السلام قانونمند بود و خضر علیه السلام صاحب یک چیزی بود که استثناءات خدا برای ازی قائل شده بود. در قانون آمده که طفل کشته میتونی؟ قانون اجازه میده که طفل بکشی؟ ولو که پیغمبر باشی طفل معصوم کشته میتونی؟ نه، قانون اجازه نمیده. قانون اجازه میده که یک نفر تو را مفت کشتی سوار کنه، تو وادی آخر وادی که برش تشکری کنی، اقلا پیسه خو نمیتی، تخته شام مشکنانی، ضرر هم برش میرسانی. قانون اجازه میده. ولی موسی ملامت بود؟ خضر ملامت بود؟ خیکی ملامت بود؟ آزمایش بود. خداوند جل جلاله میخواست برای موسی را تربیه کنه، برای موسی بفهمانه که موسی علم تنها و قانون نیست، یک سلسله دیگه چیزا هم علم میگیم. قانون ضرورت است، شریعت ضرورت است، امر خدا خودش قانون. ولی موسی هم قانون را نمیفهمید. برای موسی علیه السلام قانونی که به تورات نازل شده بود، اما گپا را میفهمید که قتل در مقابل قتل است، احسان در مقابل احسان است، و یک نفر بدی کرد در مقابل انتقام گرفته میتونی. این قانون موسی بود، ولی یک قانونی که استثنایی بود، او را با موسی هنوز نفهمانده بود. خدا بعداً باز را اعلان کرد که و ما فعلت عن امری، که خودش قانون شد. باز قد بلغت من لدنی عذرا. موسی علیه السلام برش گفت قال ان سألتك عن شيء، اگر من از تو سوال کردم از چیزی، فلا تصاحبنی، من هیچ وقت دیگه مصاحبت نکن. قد بلغت من لدنی عذرا، یقینا رسیدی از طرف ما به عذر. دیگه از این بعد تو عذر تمام است، یعنی از این بعد تو حق داری که من از خود جدا کنی و ما هم بر نیاز خدا پیش میکنیم، زاری خدا پیش میکنیم. فانطلقا، رفتن هر دوی حرکت کردن. حتی اذا اتیا اهل قريه استطاعما، تایی که رفتن به یک اهل قریه، استطاعما، از پیشان طعام خواستن. گفتن مردم ما گشنه هستیم، برای ما نان بده. و فرض بود در اوایل اسلام هم فرض بود که باز پسان منسوخ شد. هر کس در قریه میرفت سری اون مردم فرض بود که اینا را نان میداد. ولی فرض نیست، ولی مواسات انسانی و اخلاق تقاضا میکنه که بدیش. فانطلق، رفتن. حتی اذا اتیا اهل قريه، تایی که رسیدن به اهل قریه، استطاعما، از پیشان نان خواستن. فابوا، از اهلشان، فابوا، ابا کردن، نمیتیم براتون، برو گم شوی. گفت ان یضیفوهما، ابا کردن که برایشان نان بتن، اینا را مهمان کنن.
خب یا گشنه و تشنه حرکت کردن، از قریه برآمدن. فوجد فیها جدارا، در قریه که میرفتن دیدن که یک دیوال، فوجد فیها، یک دیوال یافتن، یرید ان ینقض، نزدیک بود که دیوال میخواست که بیفته، یعنی نزدیک بود که بیفته، دیوال خود کج کرده بودی توری. فاقامه، حضرت خضر رئیس امور استاد کرد. در حدیث آمده وقال بیده، فاشار یا وقال بیده، به دست خود استاد کرد دیوال، دست خود اینطوری بند کرد، طرف دیوال کلان استاد شد به یک دست خضر علیه السلام. این کاره که استاد شد دیوال، اینجا موسی علیه السلام حیران ماند که بابا او بیچاره که گناه نکرده بود تو را کشتی، او بیچاره که تو نیکی کرده بود او را کشتی شکستانی، تو کارهای سرچپه را شروع کردی، چه قسم استاد هستی. و این طرف این مردمی که نان ندادن که مستحق دیوال شکستاندن بودن که بیخی کشتی از حضور میشکستانی، دیوال از را چپه میکردی باید. چرا که اینا دیوال تو استاد کردی. موسی علیه السلام گفت لو شئت، آلی سوال موسی را ببینید نرم شده. موسی خود دو بار اونجا تکر خورده، حوصله اگرچه آلی حوصله کردن نتانست، خب بازم سوالش یک ذره نرم شد. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اگر میخواستی چرا مزد نگرفتی سرش. این دفعه اعتراض نکرد، این دفعه سوال کرد، استفسار کرد. و این خواست سوال هم منع شده بود، از اعتراض خب منع بود، از سوال هم منع شده بود. چرا گفته بود که فلا تسألنی عن شیء، تو اسمش ما سوال نکن. موسی گفت قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، اگر میخواستی چرا مزد نگرفتی از این کارت. ما تو گشنام بودیم، این مردم ها ظالما خود چیزی هم ندادن ما را، نان هم ندادن، گشنام هستیم، از یک طرف گشنه از یک طرف اینا نان ندادن ما را، حالی خب اقلا سر همین کارت خب مزد میگرفتی. آلی دیگه موسی را گفت که شرط تا 3 شرط خلاص شد. قال هذا فراق بینی و بینک، ای گفت جدایی میان ما و تو شد. هذا فراق بینی و بینک، این فراق جدایی شد بینی و بینک، میان ما و میان تو جدایی آمد. هذا فراق بینی و بینک، این جدایی میان ما و میان تو شد. آخری سوالت نمی بود دیگه جواب، اما باش که دلت غوره نمانه. سأنبئك بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا، زود است که من تو را خبر بسازم به تعویل آن چیزی که تو صبر کرده نمیتونستی، چیزی که تو را خیلی بی صبر کرده بود، خیلی بی صبر شده بودی اما صبر کرده نتونستی، حالا ما تعویل از او را برات بگویم، او را برات واضح بسازم، توجیه کنم، تفسیرش بگویم که تو تا بالی نمیتونستی. اول از کشتی شروع کرد. اما السفینه، ارچی کشتی را چرا شکستاندم؟ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، او کشتی مال برای مسکین هایی بود که در بحر کار میکردن. فاردت ان اعیبها، ما اراده کردم ان اعیبها، این که عیبدار بسازم او را، عیبدار بسازم او را. چرا؟ و کان وراءهم ملک، در حالی که پشت سرشان بود ملک پادشاه، یأخذ کل سفینه غصبا، هر سفینه را میگرفت به غصب. این کشتی از مردمای غریب بود، مسکینایی بودن که بیچاره در بحر کار میکردن، سر از اینمی یک لومنان برای خود پیدا میکردن. پشت سر از یک لشکر پادشاه و پادشاه که داو دستی لشکرشو میامد که هر کشتی رو میگه فعلا وردارین، میگه بسته کنه، پشت کشتی دیگه رو بسته میکرد، حرکت بتین میگیره، کشتی ها را غصب میکرد، کشتی های مردم. من اراده کردم که این کشتی رو عیبی بسازم که پادشاه بیا بگه گمش که کشتی شکسته است، پادشاه تیر شه پشت سر با دو کوکس پس میزنه جورش میکنه، یک دو میخ خب میخوای چوبی سابق استفاده میشد، یک دو میخ چوبی پس میچوکه تخته خود پس جور میکنه. ولی این یک تخته را جور کردن بسیار آسان است، یا بسته کشتیشان از فقیرا میبرد. باز دیگه چی میکردن بیچاره؟ یک تاکسی وان همیالی بیچاره هم پیسه داره که یک تاکسی خریده، دوست بیاد تاکسیش ببره، دیگه بیچاره چی کنه؟ دیگه از روزگار میمانه. لذا میگم من گرفتم که از روزگار نمانه، یا کشتی را عیبی ساختم. وقتی که عیبی ساختم پادشاه دیگه کشتی را نمیبره، عیب داره کی میبره؟ گمش که میگه شکسته سی را نبرین، علاج بتین. یک موسی علیه گفت والله خوب کار کردی، والله تو عجیب کار کردی، کاش که میگم اون وقت من سوال نمیکردم. حالا موسی از دست داد دیگه، موسی هر چی که عذر زاری کرد، نه موسی خلاص شد. گفت خب دوم و اما الغلام، هر چی بچه را چرا کشتم؟ بچه نوجوانی که هنوز جوان نشده بود، طفل بود، را چرا کشتم؟ فکان ابواه مؤمنین، پدر و مادر از یا مؤمن بودن. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، پس ترسیدیم ما، یعنی به امر خدا ما این کار کردیم، ترسیدیم این که برسد مراهق شود، طغیان میشه، طاغی میشه و کفر میورزه، سر پدر و مادر طغیان میکنه، کافر میشه، جهنم ابدالابد برش خوب است یا مرگی که بره به جنت. این پسر اگر کلان میشد، خداوند در اجل معلق برش، در تقدیر معلق چنین نوشته کرده بود که اگر این طفل کلان شوه، این طفل طغیان میکنه، کفر میکنه،
و کفر کرد، هم به پدر و مادر ضرر است، هم به خود طفل ضرر است. طغیان و کفر خو ابد جهنم میسوزه. فاردنا ما اراده کردیم، یعنی به امر پروردگار، ایبدلهما ربهما خیرا منه زکاة و اقرب الرحمه، این که بدل بسازد خداوند برای پدر و مادرش بهترین از نگاه پاکی و از نگاه شفقت نزدیک، یعنی اینا را مؤمن بمیرانه که با پدر خود در جنت یک جای شوند. و اما الجدار و خی دیوال چرا فکان لغلامین، ما را خوی قریه یک دو نفر نان نداد، یک چند نفر نان نداد، ولی اما الجدار هرچی دیوار که بود فکان لغلامین، از 2 دانه بچگکا بود، یتیمین بیچاره یتیم بودن، فی المدینه در شهر، و کان تحت کنز لهما، زیر همی دیوال خزانه از یا گور کرده بود، پدر برشان خزانه گور کرده بود و این بچه ها خورترک بودن. پدر به نیت از اینکه برو بچه هایم که جوان شدن باز خزانه خود میکشه و پدر مرد مو وقت این دیوال اگر مفتاد خزانه از یا افشا میشد، بیرون میبرامد، که خزانه بیرون میبرامد، خزانه از یا طفل هستن، مردم طالا میکرد مالش میخورد، این بیچاره کلان میشدن، فقیر و مسکین میماندن. فاراد ربک، اراده کرد خدای تو این کاری که ما کردیم سر به خود نکردیم، ان یبلغ اشدهما، اراده کرده بود پروردگار که جوان بسازه همین طفلها را، و یستخرج کنزهما، و باز خودشان بکشن امو کنز خزانه خود را، خودشان باز یک روز دیوال میغلطانن، میگه یک دیوال کونه شده از طرف زیرش خزانه، یا مادر برش قسم میکنه که اینا پدرتان اینجا گور کرده بود یا قسم، وقتی که جوان شدن باز خزانه خود میکشن. رحمتا من ربک، یک رحمتی بود از طرف پروردگار. خب و ما فعلته عن امری، ما این کار سر به خود نکردیم، از خودی کار نکردیم، این کار برای ما کی گفته؟ خدا. از این معلوم میشه که پیغمبر الهی بود. و ما فعلته عن امری، این کار سر به خود نکردیم، مرا وحی شده برای ما. ذلك تأویل ما لم تستطع علیه الصبر، این تعویل آن چیزی است که ما گفته بودیم تو هیچگاه توان نداری که صبر کنی، اینی تعویلش است. و صلی الله تعالی و سلم علی سیدنا مولانا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.